حقیقتش به باور ما بلوچ ها اشتراکات زیادی با پارت های مؤسس امپراتوری اشکانی ها داشتن و همچنین بر همین اساس میتونیم بگیم که نقش زیاد و مؤثری داخل ارتفاعات مهم و رخدادهای تاثیرگذار اون زمان داشتن. داخل ویدیوی قبلی ما به جزئیات حکومت داخل خود بلوچستان پرداختیم و مطرح کردیم که بلوچ ها در طی دوره حکومتی امپراتوری اشکانی ها چه تحولاتی رو در داخل خود منطقه بلوچستان داشتن و چه افرادی به عنوان پادشاه و یا والی در این منطقه حکومت می‌کردند و همچنین چه اتفاقات و رخدادهای مهمی در اون زمان در منطقه اتفاق افتاده. اما در این ویدیو می‌خوایم به این بپردازیم که همکاری و نقاط اشتراک این دو گروه پارتی یعنی بلوچ‌ها و پارت‌های مؤسس اشکانیان به چه شکل بوده. نهایتاً چی میشه که بلوچ‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی امپراتوری اشکانی‌ها شناخته میشن و نقش زیادی رو در اداره این حکومت در نهایت بر عهده میگیرن. همونطور که قبلا هم گفتیم ماد و یا مادستان یک منطقه و یا میشه گفت که یک کشور بوده که نهایتا تبدیل به یک امپراتوری میشه که در اون گروه‌های مختلف موجودیت داشتن که امروزه از اونها با عنوان اتحادیه ماد یاد میشه. پارت ها هم در اون زمان جزئی از این اتحادیه بودن که در حوزه شرقی حکومت ماد زندگی میکردن که نهایتاً طبق اونچه که ما قبلا در داخل ویدیوهای ورود مادها به بلوچستان عنوان کردیم، بخشی از این گروه‌های پارتی به عنوان حکمرانان مکران، توران و زابلستان به منطقه بلوچستان فعلی وارد میشن و بعدها با ظهور حکومت‌های هخامنشیان و بعد از اون با ظهور سلوکیان ما میتونیم ببینیم که این مردمان از جمله کسایی هستند که به مخالفت با سلوکیان میپردازن و در واقع حکومت بر ایران رو حق خودشون میدونن. به همین دلیلی که در زمانهای مختلف به مخالفت با حکومت‌های بیگانه میپردازن که نهایتاً هم موفق میشن سلسله اشکانیان رو در این راستا تأسیس کنن. پارت هایی هم که به بلوچستان مهاجرت کردن و در اونجا ماندگار شدن و حکومت منطقه رو به دست گرفتن، در دوره اشکانیان زمانی که پارت های اشکانی حکومت جدیدی رو در ایران شکل میدن به یاری اونها میان و اونها رو مورد حمایت نظامی و سیاسی خودشون قرار میدن. در واقع میتونیم بگیم اشکانیان که همون پارت های مهاجرت کرده به شمال ایران کنونی هستن با بلوچ ها که پارت های مهاجرت کرده به بلوچستان به حساب میان خودشون رو هم نژاد و هم نسب میدونستن و واسطه قرابت زبانی و فرهنگی که با هم داشتن در تأسیس و شکل دادن حکومت اشکانیان با هم دیگه همکاری میکنن. در واقع بلوچ ها در این دوره ضمن اینکه حاکمیت بلوچستان رو از هندی ها پس میگیرن جزئی از 7 خاندان سلطنتی اداره کننده امپراتوری اشکانی ها میشن. حکومت اشکانیان از لحاظ ساختاری در کل یک حکومت غیر متمرکز به حساب میاد که متشکل از اتحادیه‌ای از ملت‌ها و قوم‌های منطقه بوده. درست به همون شکلی که حکومت مادها قبل از حکومت اشکانیان اداره میشد. و مانند حکومت مادها ما در دوره اشکانیان هم 7 خاندان سلطنتی مشاهده می‌کنیم که این 7 خاندان در کل اداره حکومت رو بر عهده داشتن. همینطور جا داره بگیم که بلوچ ها هم بعدها که تشکیل حکومت مستقل میدن از همین شیوه برای اداره حکومت استفاده میکنن. یعنی بلوچ ها با تشکیل دادن قبایل 5گانه سلطنتی به نامهای پارتوا، پهلوا، ساکا، یاوانا و کامبوجا بر کل پهله بلوچستان، افغانستان، سند و شمال هند حکومت میکردن که مشابه رژیم سیاسی حاکم در دوره حکومت مادها و اشکانیان بوده. یکی از 5 خاندان سلطنتی داخل بلوچستان همونطور که گفتیم خاندان پهلوا بوده و اگه ما بخوایم ریشه این کلمه رو بررسی بکنیم باید بگیم که این کلمه به گروهی از پارت ها برمیگرده که محل اصلی سکونت اونها در شمال شرق جغرافیای کنونی ایران بوده که این منطقه در دوره مادها
با نام پارتوا و پارتیا نامیده می شده، اما بعدها در دوره ساسانیان با نام پهلوها ازش یاد میشه و در دوره اسلامی هم با نام‌های پهلا و فهلا. خاندان سلطنتی پهلوها در بلوچستان در واقع شعبه‌ای از پارتها به حساب میان که در شرق ایران در حوزه رود هیرمند و سیستان پراکنده بودند. و زمانی که سکاها وارد سیستان میشن، در واقع با این خاندان آمیخته میشن و گروهی با نام گروه هندوسکایی رو تشکیل میدن. و همونطور که در ویدیوی قبلی عنوان کردیم، همین خاندان یعنی خاندان پهلوها از قرن یکم پیش از میلاد در سیستان تشکیل حکومت میدن. همچنین در خصوص رستم میگن که نام رستم در منظومه پهلوی درخت آسوری که از آثار زمان اشکانی هاست اومده و همین میتونه دلیل بر این باشه که رستم از پهلوانان اون دوره به حساب می اومده. علاوه بر مواردی که تا الان گفته شد، نام پرتو، پارت و پهلو به برخی از شهرهای منطقه هم که خانواده‌های پارتی زمانی در اونها سکنا داشتن اطلاق می شده. به عنوان مثال موسی خورناسی مورخ یونانی از شهرهای با نام پهل آراوادان نام میبره که در مشرق فلات ایران واقع بودند و اینطور ذکر میکنه که 60 سال پس از مرگ اسکندر دلیلی به نام ارش به پادشاهی میرسه که در شهری که پهل آراوادان نام داشته به دنیا میاد. از لفظ پهلو ایرانی و پهل ارمنی همیشه اینطور استنباط کرد که کلمه پارت و یا پارس اصطلاحات رومی و یونانی هستند و خود پارت اصلی به زبان محلی پهل یا پهلو میشه و پهلوی به معنای پارتی و اهل پارته. از طرفی هم پهلوها در واقع اصطلاحیه که هندی ها در زبان سانسکریت به پارت های بلوچ داده بودند و پارتیان بلوچ رو بیشتر با این نام میشناختن، چرا که منابع هندی از بلوچ های اون زمان با این نام یاد کردن. در رابطه با نوع حکومتداری و تشکیلات حکومتی بلوچستان، آخوند محمد صالح هم در کردگال نامه اداره بلوچستان رو در واقع به دست همین 5 خانواده سلطنتی میدونه و در واقع در خصوص هر دوره‌ای از تاریخ بلوچستان که صحبت میکنه امرا و شاهان این 5 خانواده رو نام میبره که در واقع عین همین مسئله رو هم ما در منابع سانسکریتی هندی میتونیم مشاهده بکنیم که تمام این منابع این 5 خاندان رو با نام‌های پرتوا، پهلوها، ساکا، کمبوجا و یاوانا نام بردن. در واقع میتونیم بگیم که پادشاهی پهلوهای پارتی بر هندوستان در تمام منابع تاریخی هند تقریباً ذکر شده و اینطور اومده که یک امپراتوری قدرتمند به مدت 600 سال بر جنوب هندوستان حکمرانی میکرده که امروزه اینطور برمیاد که این امپراتوری ریشه‌ای پارتی داشت و انشابی از پارت‌های بلوچ بوده که در هندوستان حکومت میکردن. اگه تا اینجای کار از این ویدیو خوشتون اومده ممنون میشیم ویدیو رو لایک کنید و داخل کامنت ها نظرتون رو به ما بگید. همچنین جا داره بگیم که مهمترین و بهترین کمک شما در این راه به ما سابسکرایب کردن کانال و اعلام نظریاتتونه تا با هم و در کنار هم مانع فراموشی تاریخ و بزرگان تاریخ این مرزبون باشیم. همچنین باید بگیم که با توجه به این دوره حکمرانی 600 ساله بلوچ‌ها در هندوستان میشه گفت که ریشه زبان‌های دراویدی جنوب هندوستان به براهویی‌های بلوچستان برمیگرده، چرا که همین مردمان بلوچ براهویی بودند که به مدت 600 سال از قرن سوم تا نهم میلادی بر جنوب هندوستان حکومت میکردند و باعث این انتقال زبانی شدند. چرا که کلیه محققان معتقدند که زبان‌های دراویدی که در جنوب هندوستان وجود داره از حوزه رود سند نشأت گرفته که این موضوع میتونه دیدگاه و نظریه انتقال زبان دراویدی از براهویی‌های بلوچستان به جنوب هند رو تقویت بکنه. خیلی خوب، تا اینجای کار ما مواردی رو که در ابتدای ویدیو قولش رو داده بودیم مطرح کردیم.
اما ارتباط بلوچ ها با اشکانی ها همینجا به پایان نمیرسه و ما در ویدیوی بعدی اوج قدرت و نفوذ بلوچ ها داخل امپراتوری اشکانیان رو به طور کامل توضیح میدیم که چی میشه که بلوچ ها به عنوان رکن دوم امپراتوری اشکانی ها در میان. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید.